سلام. بلاند دیت چیست؟ دیت ناشناسه. دیت ناشناسه. دیت ناشناسه. دیت ناشناس چیست؟ دیت ناشناس یعنی قرار کور. خب حالا راجع به اینا توضیح میدم. الان ما باید با شما کار کنیم که چطوری که چگونه تبدیل به دیت ناشناس بشین. گفتم دیگه بلاند دیت یعنی دیت ناشناس. دیت ناشناس یعنی قرار کور، یا قرار کور یعنی بلاند دیت یا دیت ناشناس. اول همه شما جمع‌آوری سوالات رو داشته باشی که یه تعداد سوال رو جمع‌آوری کنیم. اوکی؟ یه تعداد سوال رو شما باید جمع‌آوری کنی و اینا رو داشته باشی. گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم اینه که من تو این بلاند دیت هایی که یا قرار کورهایی که تماشا کردم، رویت کردم، همه خط قرمز رابطه‌شون رو میگفتن یا میذاشتن خیانت، و خیانت خط قرمز نیست. خیانت وقتی خیانت صورت میگیره رابطه تمام شده. حالا این تا اینجا سوالا رو داریم و باید خیانت رو تو خط قرمز بیاریم بیرون. معیار بعدی اینه که دخترایی که میخوان برن بلاند دیت نباید پا به پای پسر بخورن، نباید فتوسنتز کنن، باید خیلی کم غذا بخورن. یعنی اگه پسر خب مثلا یه قاشق غذا خورد، این باید خب کمتر از یه قاشق غذا بخوره. بعدیش اینه که شما داخل دیت ناشناس، بلاند دیت و قرار کور هیچ وقت نباید طرف مقابل تو اکسپت کنی، هیچ وقت. یعنی اگه اونو بکنین دیگه قرار ناشناس نیست. پسرایی که میخوام برم بلاند، ببین به فکر همم، من به فکر همم، یعنی هم دختر هم پسر، پسرایی که میرن بلاند دیت ناشناس قرار کور باید این مدلی بشینن. یعنی باید پا رو بندازن رو پا، کمر رو بدن رو به بغل، اونطوری بشینن که حالا خب میبینید تو تصویر. معیار بعدیمون برای تبدیل شدن به قرار کور، دیت ناشناس یا بلاند دیت اینه که باید جوری برخورد کنی تو این ویدیوها، باید جوری رفتار کنی که ویورا، که بقیه که مثلا دارن شما رو میبینن، براتون اکلیل یا اکلیک، نمیدونم درستش چیه، برینن. یعنی ملت باید براتون اکلیک برینن. یعنی باید اینطوری باشین. خب بعدیش راجع به دختراست، دخترایی که میخوام برن بلاند دیت. ببین بعد این موضوع رو رعایت کنید تا مردم برات اکلیک برینن. متوجهی؟ دخترایی که میرن بلاند دیت باید یه مقدار شعور رو رعایت کنن که به قد و اینجور داستانای پسر احترام بذارن. یارو گفت مثلا من قدم باید درست رفتار کنید، باید درست رفتار کنید، باید شعور رو رعایت کنید. اوکی؟ حالا معیار بعدیش اینه که باید آدم بسیار پارانورمالی باشین، باید اصلا آدم نرمالی نباشین، باید عجیب غریب باشین. متوجه چی میگم؟ بیا نوتیفیکیشن گوشی من نگاه کن. باید عجیب غریب باشی. بعد اگه این معیارا رو داشته باشی، اینا همش به هم مرتبطه. اگه میخوای تبدیل به قرار کور، دیت ناشناس، بلاند دیت بشی، باید سوال داشته باشی، باید خیانت خط قرمز نباشه، اون پایان رابطه است. باید پرخوری نکنی اگه دختری، باید اکسپت نکنی، باید اینجوری بشینی، باید اینا رو اگه داشته باشی براتون اکلیک میرینن که گفتم همش به همش مرتبطه. نباید بگی اگه قدت کوتاه کنسلی. باید آدم عجیبی باشی، نرمال نباشی. اگه این ویدیو یه دونه لایک بگیره دیت ناشناس براتون میذارم. مرسی که تماشا کردی. ممنون میشم ازم حمایت کنی، لایک کنی، کامنت بذاری، سابسکرایب کنی، چون ما اینجا داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی داره سر من میاد. من اینجا دارم زحمت میکشم. قراره دیت بلاند ناشناس و کور موفقی باشی. متشکرم که تماشا کردی. بدرود.